با درود به یک شما بینندگان بینیات عزیز، چون همیشه در صبح بر وقت شما از اون رو به تماشای نویدی بمدودی دعوت میکنیم که خبرهای تاجیکستان و جهان رو به سهم شما میرسوند. در پراگ این حالا ساعت رسو 7 است. در آغاز از وضع باد و هوا میگیم. در پراگ برای امروز هوای آفتابی پیش بینی شده است. انتظار میرود که گرمی 23 درجه رو تشکیل بده. در مسکو هوای ابری و همین گونه 23 درجه گرمی در نظر است. در دوشنبه نیز هوا آفتابی است و حرارت به 32 درجه می رسد. بر اثر ترکیش دو بالون گاز در طرفخانه شوم قلعه در نویه حصار 11 تن کارمندان و مهمانان زخمی شده فعلا در بیمارخانه مرکزی این نویه بستری شدند. این طرفخانه در نزدیکی قلعه حصار 27 کیلومتری غربی دوشنبه قرار دارد. طوری از شعبه کارهای داخلی شهر حصار روز 3 سپتامبر به رادیو زودی گفتند حادثه مذکور شام 1 سپتامبر رخ داده بیش از 8 نفر را زخمی به جای گذاشته است. پای هم دو بالون گاز ترکیده به کارمندان و مهمانان در داخل بینای رستوران بودند آسیب میرساند و به گفته این منبع 4 نفر شدیداً سوخته با وضع سنگین در بیمارخانه حصار بستری هستند. ساکنان موضع‌های نزدیک به جای حادثه میگویند شماره زخمی شده ها بیش از 10 نفر را تشکیل میدهد و برخی آنها به بیمارخانه‌های دوشنبه آورده شدند. حالا در این طرفخانه بسته بوده ضرری بر اثر ترکیش گاز وارد شده مشخص کرده شده است. ضمناً همکاران ما این موضوع را پیگیری دارند و ما کوشش میکنیم در دوام روز جزئیات این حادثه را برای شما بینندگان عزیز روشن کنیم. یک سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان بعد از 4 ماه خدمت در ارتش دست به خودکشی زده است. این سرباز در یکی از قسم‌های حربی سرریاست نیروهای مرزبانی در نویه میر سید علی حمدانی خدمت می‌کرده است. در وزارت امور داخلی تاجیکستان دیروز به رادیو زودی اطلاع دادند که سرباز رمضان غنیف 21 ساله ساکن شهر دوشنبه از بلندی دریای دوشنبینگ خود را با بند به دور آویخته است. منبع میگوید جسد غنیف را روز 24 آگوست از ساحل دریای دوشنبین که حدود کوچه سعدی شیروزی پایتخت پیدا کردند. پیوندان میگویند او یک هفته اینا جواب گرفته به خانه می آمده است و همین کارو کرده است. مرگ سربازان در پی آزار شکنجه در صف ارتش بارها رسانه شده است. حالا معلوم نیست که سرباز رمضان غنیف چرا دست به خودکشی زد. به اطلاع وزارت کارهای داخلی در رابطه با مرگ این سرباز مقامات دادستانی پرونده باز کردند و سبب مرگ او پیگیری خواهد شد. پیوندان این سرباز گفتند او ختم کرده کالج طبی بوده. آرزو داشته است که پس از خود ختم کالج به دانشگاه طبی تاجیکستان داخل شده تحصیل را ادامه بدهد، ولی بعد ختم کالج رمضان را امسال حین دعوت بهاری نوسکران به خدمت حربی جلب کردند. امام خطیبان در نویه مسجد در ساختمان بینای معموری حزب حاکم خلق دموکراتی شرکت کردند. روحانیان اساساً طریق حشر در کارهای ساختمان این بنا اشتراک دارند. سید حامد نیازف امام خطیب از حوزه دوم نویه مسجد روز 2 سپتامبر در صحبت با رادیو زودی گفت ما ساختمان این بنا را دستگیری میکنیم و در حشر ساختمان آن شرکت کردیم. هم صحبت ما گفت در حشر ساختمان بینای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان امام خطیبان مسجدها و جمله سرخطیب مسجد نویه مسجد شرکت ورزید. نیوزف افزود بر ضمن این عین زمان او مسئول تعمیر روی موشنگرد میان حوزه های 1 و 2 است که تا به شهرهای دوشنبه چنوق میرسد. مسئولین حزب حاکم در نویه مسجد گفتند روحانیان یک روز برای دوی خیر کردن دعوت شدند. زوکر افزود ساختمان بینوی حزب اساساً از حساب دستگیری اعضای فعال حزب و صاحبکاران سخاوت پیشه جریان دارد. گفته می شود بینای حزب خلق دموکراتی در نویه مسجد طبق طرح تصدیق شده دوشانه بوده از 4 حجره کاری و مجلسگاه عبارت است و خرج ساختمانش 500,000 سومانی گفته می شود. قرار است ساختمان این بنا تا آخر سال 2019 به انجام رسد. جلب روحانیان امام خطیبان مسجدها در تاجیکستان به کارهای آبادانی چند سال این جانب صورت می گیرد. سپتامبر سال 2018 امام خطیبان مسجدهای جامع در نویه شهر توز در اقدام کم سابقه یک دست شکسته هیکل ولادیمیر لنین پیشوای کمونیست‌ها را تعمیر کرده پیکر در زیر برف و باران و تاثیر آفتاب تیره شده‌اش را رنگ و بار نمودند. آنها نیز گفتند که این کار اختیاری و با خرج پول‌های خیریه مردم صورت گرفته است.
گروه طالبان که به سازش صلح و خاتمه دادن به جنگ در افغانستان موافقت کرده است مسئولیت بمبگذاری را بر دوش گرفت که در کابل 16 نفر را کشته و بیش از 100 تن دیگر را مجروح کرد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت که ترکیش روز 2 سپتامبر در نزدیکی یک بنای بزرگ کابل به وقوع پیوست که در آنجا سازمان‌های خارجی و مؤسسه‌های امدادی جای گرفتند. در نتیجه بمبگذاری 50 نفر جراحت برداشتند. حمله در زمانی به وقوع پیوست که زلمه خلیلزاد فرستاده خاص آمریکا در کابل با مقامات افغانستان طرح سازش صلح با طالبان را بررسی میکرد. در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی او گفت که طالبان در اصول راضی شدند که اجازه نمیدهند که هر منطقه را که آنها در افغانستان زیر نظارت خواهند داشت تروریستان برای تحریزی حمله ها به ضد آمریکا و متحدانش استفاده برند. زلمه خلیلزاد همچنین گفت که آمریکا و مذاکره کنندگان طالبان موافقت کردند که تعداد سربازان کشورهای غربی را به تدریج در افغانستان کاهش داده و بیرون برند. به قول زلمه خلیلزاد این کار با نظر داشت افزا در محل صورت میگیرد. این زمان به گفته زلمه خلیلزاد سازشی که بعد 9 دور مذاکرات با طالبان در قطر حاصل شد به رضایت رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ نهایی نمی شود. یگانه راه ماشینگردی که انکلاوی سوخ را با ازبکستان میپیوست پس از 6 سال دوباره باز شد. این راه ماشینگرد در نتیجه زد و خورد بسته شد که سال 2013 میان ساکنان انکلاو و مرزبانان قرغیزستان رخ داده بود. راه مذکور که 70 کیلومتر درازی دارد تقریبا پره از حدود قرغیزستان گذشته دو ناحیه ولایت فرغانه را به هم میپیوندد. ساکنان سوخ دوام 6 سال اخیر مجبور بودند به مرکز فرغانه از راه دیگری راه کنند که 130 کیلومتر درازی دارد. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیوف سال گذشته در ملاقات هیئت‌های رسمی تاشکند و بیشکک وعده داد که مرزهای هر دو کشور برای ساکنان باز خواهد شد. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف امروز 2 سپتامبر در پیامش به مردم این کشور گفت مقامات محلی باید برای اعتراضهای آسایشته اجازه دهند و مکان برگزاری آنها را نباید در کنار شهر انتخاب کنند. اگر همایش‌های آسایشته اعتراضی پایمال شوی قانون و به هم زدن آرامی ساکنان را در پی نداشته باشند باید آنها را در دایره قانون اجازه داد و برای برگزاریشان مکان مخصوص را هم انتخاب کرد. اظهار داشت پرزیدنت قزاقستان. ولی او تاکید کرد که از همه گونه عملهای ضد کنستیتوسیونی و اقدامهای افباشانه در دایره قانون پیشگیری می شود. در قزاقستان قانون موجود است که ساکنان را وظیفه دار می کند تا برای برگزاری جماعت از مقامات محلی اجازه بگیرند. مقامات محلی درخواست را بررسی کرده همیشه مکان برگزاری همایش‌ها را در کنار شهر و ناحیه‌ها انتخاب می کنند. حامیان حقوق و سازمان‌های بین‌المللی این قانون قزاقستان را تنقید می کنند که به معیارهای بین‌الخلقی جوابگو نیست. فعالان مدنی قزاق میگویند مقامات در بیشتر حالت‌ها برای برگزاری همایش‌های آسایشته اعتراضی اجازه نمیدهند و اشتراکچیان همایش‌های بی اجازت از طرف پلیس بازداشت و جریمه کرده میشوند. باز هم برمیگردیم به خبرهای مربوط به تاجیکستان و تاجیکان. در تاجیکستان گیمنازی حربی واریسان کوروش کبیر تأسیس یافت. این گیمنازی برای نیروهای مرزبانی تاجیکستان افسران آینده را آماده میکند. قرار تأسیس این گیمنازی روز 2 سپتامبر در مخزن یگانه حقوقی وزارت اطلاعات به نشر رسید. در این قرار که زیر عنوان ملی رحمان به حیث رئیس حکومت تاجیکستان امضا گذاشته است به کمیته دولتی امنیت ملی سپارش داده می شود که در مدت 2 ماه آیین‌نامه این گیمنازی را تصدیق نموده مسئله تشکیل آن را یک جا با وزارت معارف و علم حل کند. بنای این گیمنازی در شهر دوشنبه بنیاد شده است و پرزیدنت ملی رحمان در پایان ماه می از آن دیدن کرده بود. در این گیمنازی هر سال تا 100 نفر خوانندگان بعد ختم صنف نهم و اکثرا نفران نیمه یتیم و یتیمان کل قبول کرده میشوند. با گفته مقامات پس از ختم خوانندگان اعلیخوان این گیمنازی برای تحصیل در مکتب‌های عالی حربی چین، روسیه، آذربایجان تحصیل را ادامه خواهند داد. کوروش کبیر یکی از شاهان ایران قدیم از سلسله هخامنشی‌ها که با چندین کارنامه‌هایش مشهور می باشد. او را مؤلف اولین اعلامیه حقوق بشر می‌دانند که آزادی اعتقاد و دین را اعتراف کرده بود.
ورزشکاران توجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به تکواندو میان بزرگسالان، سابقه‌داران و نوجوانان که روزهای 24 تا 30 آگوست در شهر پلاودیو بلغارستان برگزار شد 9 مدال، 2 نشان طلا، 3 نقره و 4 برنجی به دست آوردند. به وسیله فدراسیون تکواندو و کیک بوکسینگ تاجیکستان در این مسابقات جهانی به هیئت دسته منتخب کشور 29 ورزشکار داخل بود. 2 مدال طلا را ورزشکاران توجیک در رقابت‌ها میان مردان صاحب گشتند. محسن جان مولوجانوف در وزن زیر 52 کیلو و سیاوش ابراهیموف در وزن زیر 71 کیلو به عنوان قهرمانی دست یافتند. بینندگان عزیز، وزارت کارهای داخلی روسیه به برقی وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده اوید پیدا و مجازات نمودن افرادی که در لطکوب بیرحمانه مهاجری احتمالاً تاجیک دست دارند پاسخ داده است. در این باره ما برای شما در برنامه خبری امروز معلومات خواهیم داد. تا دیروز برای شما گفتیم بعد پنهان شدن نواری که در آن ملتگرایان روس مهاجری را زیر لطکوب میگیرند و با کارد ضربه میزنند، وزارت کارهای داخلی صدا بلند کرد. این نوار آخر هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی به گردش درآمد و تا امروز صدها نفر از جمله از شما کاربران آزادی ویدیو با ارسال آن بر رادیو آزادی خواستید که این مسئله از مد نظر ما و هم مقامات تاجیکستان دور نماند. ضمناً الکسی کازا بلوگر معروف روس عاملان لطکوب وحشیانه مهاجر را شدیداً انتقاد نموده دعوت کرده است که بینندگان واقعه را به همه مردم روس نسبت ندهند. خلاصه دوستان عزیز، امیدواریم در دوام روز ما را تماشا میکنید و ما به این موضوع حتما برمیگردیم. و اکنون از قرب اسعار خارجی برای شما معلومات میدیم که امروز از طرف بانک ملی به این گونه تعیین شده است: $1 9.68 درهم، 1 یورو 10.62 درهم و 1000 روبل روسیه برابر است به 145 سومانی. با سپاس از یکایک شما که طول 11 دقیقه با ما بودید و خبرهای تازه را از من شالوک خوجه و از رادیو آزادی شنیدید و میگونم من در دوام روز یکایک شما را منتظر میشوم تا خبرهای از این بیشتر را به سهم شما برسانم. تا دیدار در صحبت‌های بعدی. برای کار و خدا نگهدارتون باشه.